استحصال استودیوی انیماسیونی نتفلیکس. مفتش چها، زنبورک های عجوی. این یخماسی میوگی در روی جهان از همه بامزه تر است. واو، این ماشینچه چی خیلی زیباست. میدونی این ماشینچه دوست داشته من است. انا ببین ونرد بوندو را چرخویش دار میزنم. انا گوش کن. اوها، اگر خواهی گیری بازی کن. نخواد. تو دوستی بهترین منی. این باشد ماشینچه دوست داشته من است. البته همین طور نه؟ خیلی خوب. میدونی این یخماسی میوگی در جهان بامزه ترین است. من میخواهم نیسش را به تو دهم. اوه، نخود. البته. انا بگیر. انا من همه جا رو محکم کردم. برای چی؟ مفتشون هم میخل میکنن. رود و در اینجا یکم واقعه شود؟ ما همیشه تیاره. توبی تیری چی واقعه شد؟ یک واقعه خیلی عجیب، حتی نمیدونم چی خیلی فهمونم. آخی بهترش خودتون بیایید و ببینید. من بسیار چیزای عجیب و غریب دیدم، ولی چنین واقعه رو هیچگاه. ای صبر کنه. اینها چی؟ زنبورهایند؟ نترسید، من یگون بیماری ندارم. شما از دیدنی زنبورها بیمار نمیشوید؟ نه، همش خوب است. یگون خوبی ندارد. خیر شد، تشکر. اکنون رفته میتوانید تا بازدید. چی میشود اگر خیلی آهسته از آنها دور شوی؟ اکنون به این طرف و اون طرف تسیزده. نه، نشد. تو با نظر خنده آور منمویی. یگون خنده آور نیست. من زنبورها رو دوست نمیدارم. این طور نگوی. زنبورها خیلی فایده ناکند. آنها به گل‌ها یاری میرسونند که به میوه تبدیل یابند. و چرمغز، تو چرمغز رو دوست میداری؟ همش به توفیل زنبورها؟ واو، من از این گپم توبه کردم. تشکر به شما، زیرا من چرمغز رو دوست میدارم. خیر، بس روید. برای راندن زنبورها فهمیدن لازم است که چرا آنها بالای سر بین دور میزنند. به فکرم برای ما کاری نو پیدا شد. ما زود برمیگردیم. زودتر بخواند چه؟ ما باید زنبورها رو در اینجا ببینیم، زیرا کاری بین خیلی زیاد است. مثلا بازی با ماشین چه؟ زنبورها باید گلی رسنی ها رو باردار کنند. این کار خیلی مهم است. مثل همیشه دودر جان، مثل همیشه سر میکنه. بیا بندل الهارا همراه دوستانمان، هر کاری نباشد ما از اون خبر داره. هر کاری نباشد ما از اون خبر داره.
شویم. بچه ها میلی همش رو فهمید. زنبورها وقت درگیری بین جمع شدن که من به اون ماشینچه رو دادم. بله این کار با همین تمام. بین ماشینچه رو برمیگردانند و اونها میروند. ماشینچه رو برگردانیدن نمیخواهم. میخواهم با اون بازی کنم. غم مخور. باوری دارم که گپ در ماشینچه نیست. زهر و زنبورها با آن مراغ ظاهر نمیکنند. بله رنگ ماشینچه سرخ است. بر فکرم رنگ اون دقت زنبورها را جلب میکند. شاید ما دقت آنها رو به یگان چیزی دیگر جلب کنه. بله یگان چیزی سرختر پیدا کردن لازم. بله درست، من حاضر. بچه ها حاضر تابی به شما صحنه عجایب را نشان می‌دهد. همش سرخ و جیلونوک است. آله چراغک هم پیدا شد. آفرین به تو تابی. از روی معلومات علومون زنبورها نور رو نمیبینن. رنگ سرخ دقت اونها رو جلب نمیکند ولی اونها گلها رو دوست میدارن. بله زنبورها گل رو دوست میدارن. شاید اونها گمان کرده باشن که بین گل هست. همین طور نه؟ نه من سنجابم. ایستید من یک پیشنهاد دارم. سلام زنبورچه ها ببینید من چی آوردم. انا شد. نه نشد. ای زنبورچه ها به اینجا به نزد گل ها بیایید. آی میبخشی. هیچ گپ نه. این گل ها به اونها معقول نشدند. ولی برای چی؟ آخر آنها مثل یقیقی. آنها بوی ندارند. زنبورها گلها را برای آن دوست می‌دارند که آنها گل بر این بوی دارند. آخر من سنجابم. من مثل گلها بوی ندارم. درست میگویی. این باید یگان سبب دیگر داشته باشد. خوب اکنون بگو تو امروز چی کار کردی؟ به کجا رفتی؟ یگان چیز را پنهان نکن. میلش من به اینجا آمده یک بار دور زدم. بعد به ماشینچه رومی پیش پا خوردم. من به او گفتم که این ماشینچه دوست داشته من است. بعد وی به من ماشینچه را داد. من از این خیلی خرسند شدم. وی به من یخموس میوگی داد. من هم از این خیلی خرسند شدم. هر دو شما یخموس میوگی خوردید؟ بله ما آن را در آنجا خوردیم. جای واقع محکم کرده شد. تمرین به من فایده کرد. این چی باشد؟ اوی به فکر من چوبک یخموس را افتانده بودم. آن را من باید به قوطی اخلال میپرتافتم. میبخشی ولی این دلیل است. ما آنها را مقایسه میکنیم و همش معلوم میشود. تشویش نکشید. ما همش رو میفهمیم و دم دهم. ما باید این واقعه رو تفتیش کنیم. ما چی دلیل داریم؟ معلوم است که زنبورها گل را دوست می‌دارند. گل‌های حقیقی رو مثل گل‌هایی که در خانه ما هستند. بله گل‌های حقیقی بوی خوش دارند. باز چی مثال آنها شیرین بوده میتواند؟ یخماس میوگی اون رو بین و رو میخورده بودند. انا چوبکیان. یخماس میوگی شیرین است. به شبه آن رو زنبورها دوست می‌دارند. ولی رومی فقط نصفی اون رو خورده است. چرا زنبورها رو آرام گذاشتند؟ ما یکان چیز رو نفهمیده موندیم. ولی چی رو؟ من همش رو فهمیدم. نقش یخماس در روی بین دیده می شود ولی خیلی کم. برای زنبورها همینش هم کفایت. زیرا زنبورها بوی رو خیلی خوب حس میکنن. رویش رو میشویم. کار با همین تمام. انالتا، صابون، آب و سچاق. آنچه که به ما لازم است همین صابون و آب. ما روی او رو میشویم و همش معلوم میشود. بعد زنبورها پریده میروند. خب اکنون تو تئوری؟
این یاری میرساند. حاضر میبینه. انا همینطور تمام. تا بازدید زنبورچه ها باز برگرده. بهترش لازم نه. اگر خواهید به مهمانی بیایید مایلش. تا بازدید. تا بازدید. تا بازدید. همه تون زنبورچه گویی؟ زنبورچه. معلوم شود یخماس وقتی دقیق زنبورها را به خود جلب کرده است. او بسوگونه با کار رفتن. وقتی بستنی پرونده رسید. این مسئله هم حل شد با کمکی داره ها. همه را فهمیده کشاده شروع ما. تفتیش زنبورچه های عجویب رسما به آخر رسید.